ازدواج عامل ادامه نسل بشر و زمینه ساز آسایش و آرامش هست. ولی ما گاهی اوقات برای فرزندای خود که خانم میگیریم، ای تو فکر میکنیم که برای خود میگیریم. فرزند ما کسی دیگه است، ما و تو کسی دیگه هستیم. اولین هدف ازدواج نسل سالم، صالح و مصلح به بار آوردن هست، که یک نسلی به وجود بیاید که سالم باشه، یک نسلی به وجود بیاید که صالح باشه، یک نسلی به وجود بیاید که مصلح باشه، مفید باشه، مثمر ثمر باشه برای جامعه خود. اولین هدف از ازدواجی هست. دومین هدف از ازدواج عفت و پاکدامنی هست. ما تو فکر میکنیم که فقط برای فرزند خود، برای پسر خود ما خانم بگیریم شاید عفت و پاکدامن شود. نه خیر. شاید برای دختر خود یک شوهر انتخاب بکنیم شاید عفت و پاکدامن شود. نه خیر. اشتباه کردیم. مطابق میل اونها اگر بود و برای اونها جذاب بود، اینها به عفت میرسن، در غیر صورت نه. ما گاهی اوقات اجبار میکنیم دختر را باید از قومت بگیری، دختر کاکایت را باید 100% بگیری، دختر خالهیت را، دختر ماما و عمهیت را باید 100% بگیری. باید از قومت، با قومت، از قومت دختر بگیری یا خانم بگیری. ولی فرزند چیز دیگه میخواه. چرا غذای را بالای فرزندای خود میخورانیم که اونها دوست نداره؟ چرا این کار میکنه؟ این دختر فراری ها از کجا آغاز شده؟ عشق بازی ها، بای فرند و گرفرند از کجا شروع شده؟ این مسیج بازی و پیامک بازی از کجا شروع شده؟ از غفلت پدر و مادر. فرزند میخواه که با یک دختر مطابق میل خود ازدواج بکنه. البته که شرایط دینی مد نظر هست، کفر بودن مد نظر هست، اما پدر و مادر میگه نه خیر. مگر میره برای خود میگیری؟ آیا تو میخواهی که خانم بگیره مطابق میلت نباشه؟ برای دختر ما باید کسی انتخاب شود که مطابق میل دختر ما باشه، مطابق میل خود ما باشه. دختر خود درست است که مطابق میلش باشه، مطابق میل ما باشه. مادر میگه نه خیر، رو من نمیخوام. در این جای احترام پدر و مادر سر جایش، از پدر و مادر فقط یک مشوره گرفته میشه، بس خلاص. پدر و مادر در این مورد برای فرزندای خود یک مشوره حق دارن. تحمیل کردن، اجبار کردن، اکراه کردن، زیر پا کردن حق نداره. مادر حتی برش میگه که شیر ما بر تو حرام باشه. شیر حرام چی معنا داره؟ به هیچ عنوان شیرش حرام نمیشه توسط تو سخنا. شیر ما بر تو حرام باشه اگر با او ازدواج کنی، نمیشه حرام. هر کسی رو من به پسرا میگم، به جوانا میگم، هر کسی که دوست دارن برین برش خواستگاری کنن. هر کسی که دوست دارن از این نه ترس داشته باشین، نه هراس داشته باشین و ملت را با این آشنایی بسازن که ملت با این آشنا شود. این بی غیرتی نیست، این بی همتی نیست. چرا جوانای ما امروز با وجودی که ازدواج میکنن به عفت نمیرسن؟ چرا امروز جوانهای ما ازدواج میکنن اما باز هم رابطه پنهانی با یک زن دیگه دارن؟ چرا که ما مطابق میلش نکرده میره. چرا فرار میکنه از خانه؟ چون که مطابق میلش نیست. شوهر یک مستبد است در خانواده. دین را به طریقه درست بفهمیم. من به این متیقن هستم که کسی را دوست داشته باشه، روابط نامشروع نداشته باشه، هیچ پروا نداره. روابط نامشروع نداشته باشه، برای خواستگاریش جستجو کنه که باید خواستگاری شود. اینی راه اسلام هست، اینی روش رسول الله هست. ما حتی خواستگاری رو بازی تو فکر میکنیم که خواستگار باید همیشه مرد باشه، در حالی که صحابه دختر خود برای کس پیشنهاد میکنن. ما این چیز را یاد نداریم، ما این بی غیرتی میشماریم. عدم فهم دین یک از عامل مشکل اساسی این امت است که ما دین را درست نمیفهمیم. دین را بر اساس خواسته های خود تعبیر میکنیم برای مردم. دین را بر اساس برداشت قومی خود برای مردم تفسیر و تعبیر میکنیم. فرزند ما نمیخواد با اون کس ازدواج بکنه، میگه نه باید ازدواج بکنه، پولم بالش مصرف میکنه. دختر ما نمیخواد با اون کس ازدواج بکنه، اما باز هم ما میگیم نه خیر باید ازدواج بکنه. اشتباه هست. نباید کار را ما بکنیم. در این صورت باز اینها در عفت و پاکدامنی میرسن، در غیر صورت نه.